چند تا چیز تو عینکش مهمه. دوستش داشته باشه، چیزی که خودش دوست داره. 2 سبک باشه. 3 با صورت، ارگونومی صورت بچه راحت باشه، پشت گوشش رو اذیت نکنه، رو بینیش فشار نیاره، رو گوشش فشار نیاره. شیشه عینکش جوری باشه که یا دیر کثیف بشه یا راحت تمیز بشه، یا حتی وقتی کثیف شد شفافیت دید داشته باشه، به خشم مقاوم باشه، یعنی سریع خراب نشه. چون توی بچه‌ها کیفیت عدسی عینک وقتی پایین باشه، باز دوباره بچه‌ها تشخیص نمیدن که این عینک بی کیفیته، فکر میکنن عینک بده، عینکو نمیزنن. یعنی خیلی وقتا علت اینه که بچه‌ها عینک نمیزنن اینه که یا فریم رو دوست ندارن یا عینکشون استاندارد نیست. با یه دونه نسخه عینک شما میتونی 3-4 تا عینک بسازی، همه زیر دستگاه درستن، ولی وقتی میزنه متفاوت حس میکنه. چون بچه‌ها شکایت کردن بلد نیستن و فقط وقتی اذیت بشن یه کاری رو نمیکنن، باید ایدئال ترین حالت رو براشون انجام داد. یعنی برخلاف اون چیزی که به شما میگن بچه از یه چیز معمولی بگیر خرابش میکنه، اتفاقا برعکس، چون تجربه اولشه باید یه چیز خوب باشه. به خودی خود عینک زدن اذیتش میکنه. حالا اون عینک خودش نباید چالش درست بکنه.